سلام، خسته نباشید. من برای اینکه کمکتون کنم که گوشی‌های چینی رو راحت چنج کنید، سریالش عوض کنید، یه گوشی چینی از عراق اومده بود برام، اونو چنجش کردم. یه گوشی دیگه امروز برام اومده و مراحل چنجش رو آموزش میدم بهتون که راحت یه سریال روی گوشی کار ببرید با یه کد بدون سیستم، خیلی راحت. ببینید این گوشی ها، این یکی الان چنج شده و من میخوام این گوشی ها با سریال این گوشی فرسوده که دیگه به درد بخور نیست براتون چنج کنم. ببینید الان این سریال این گوشی ها یه عدد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 و پایینیش هم که یه سریال ناقصه و سیم کارتو نمیشناسه. حالا برای تعویض سریال ستاره مربع 35 ستاره مربع 35 ستاره مربع سریالش در میاد. اوکی میزنید. پاک کردن. من برای اینکه هم وقتمون گرفته نشه هم سریال سوء استفاده نشه، سریال روش ترکیب میکنم، دوباره پلی میکنم. برای اینکه از سریال سوء استفاده نشه من این را برای شما انگشتمو گذاشتم که ببینید. الان گزینه ها و اوکی رو میزنم و ثبت میشه. گزینه ها انجام شد، ذخیره کردن، بله، و گوشی خاموش میشه. الان دوباره گوشی رو پاور کردم که بیاد بالا. الان ببینید ستاره مربع 0 6 مربع، این هم سریالی که روش چنج کردم، دقیقا همین سریال. ببینید آخرش هم 72 و همین راحتی. کنم به دردتون بخوره. ویدیو رو برای دوستاتون هم بفرستید، استفاده کنید، ما رو هم دعا کنید.